ببینید طراحی‌هاشون خیلی خوشگلن ولی یه مقدار شلوغن برای سن و سال من و همسن و سال من کلاً. الان من چیزی که توی پینترست بیشتر میبینم و ترند شده یا حتی توی مغازه ها میبینم طرفدار پیدا کرده یه چیزایی هستن که خیلی مینیمال ترن و من خودم هم سلیقه‌ام بیشتر سبک مینیماله تا جواهر و من میخوام طراحی یاد بگیرم ولی این سبکی نه، سبک مینیمال رو بیشتر میپسندم. توی طراحی دستی شما اصول کلی رو یاد میگیری ولی اینکه شما مینیمال کار کنی یا جواهرات بستگی به خودت داره. مثل این کار مینیماله، حتی میتونی سنگاش هم حذف کنی، حتی میتونی با استفاده از مکانهای تاریخی ایده پردازی رو یاد بگیری و طراحی کنی یا حتی با استفاده از حیوانات و ایده پردازی حیوانات. بنابراین با گذراندن این دوره ها شما میتونی هم مینیمال طراحی کنی و هم جواهر.